مسئولین بیمارخانه به نام بوری واحدوف در شهر باختر به رادیو آزادی گفتند که 150 مهاجر دیشب توسط نقلیات ها از شهر کلاب آورده شد و خوراک آنها شبانه داده شد و خوراک های دیگر برای آنها در اینجا و قسمت پایانی بیمارخانه به نام بوری واحدوف آماده شده است و در نگهبانی مخصوص پزشکان قرار دارند. هرچند که به گفت پزشکان کسی در بین آنها حرارت بدنش بلند نشده است و سلامتیشان خوب است، اما پزشکان میگویند که از راههای پیشگیری کار میگیرند تا کسی بیمار نشود و چاره های ضروری اینجا خوب گرفته شده است. باید گفت که در بیمارخانه به نام بوری واحدوف شهر باختر 300 کت برای مهاجرانی که از روسیه و قزاقستان و قرقیزستان می آیند اینجا نگهداری می شوند. ما با چند نفر از خود مهاجران صحبت تلفنی داشتیم، هرچند که نخواستن هویت اینها افشا کرده شود، اما گفتن شرایط اینجا خوب است و آنها 3 وقت با خوراک گرم تأمین هستند و برنامه‌های فراغتی از تلویزیون این چیزا تماشا و استفاده میکنند. و خود مسئولین بیمارخانه به نام بوری واحدوف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها در هر حجره شرایط‌های گیگنی فراهم آوردگی هستند و داروواری اینجا آماده شده است برای خود بیماران. حتی 1 ماه قبل مسئولین بیمارخانه برای پیشواز مهاجرانی که در آنها از کشورهای گرفتار ویروس آمدند آمادگی می گرفتند و در این بیمارخانه نگهداری می شدند.